سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. در دبی هستیم و در دبی این مارکت به نام چی است؟ فیش مارکت است. فیش مارکت، مارکت مایا دیگه. مایی است. خب اسم خودت؟ نجیب الله. نجیب الله جان، چقدر وقت میشه در اینجا کار میکنی؟ تقریبا 6 سال. 6 سال. خیلی خرد بودی دیگه که اینجا آمدی؟ چند ساله بودی؟ این تقریبا 18 ساله بودم. 18 ساله. خب بازم بالغ بودی دیگه، کاروبارش میتونستی کنی. خب بسیار خوب. فامیل هم اینجاست یا تنها خودت؟ نه، یادر فامیل من اینجاست. خب این مالا از کجا میاد؟ یعنی هر جا میاد. مثل میاد محلی است، تایلند، هر جا میاد. میکس است. خب بسیار خوب. شما از کجا میارین باز که اینجا میفروشین؟ ما زیادتر ازبکستان میاریم. از ازبکستان. باز خوب است، فایده میکنه براتون؟ شکرا. و این کلشان چیز هم هست دیگه. قیمت ها چطور است؟ مردم میخره اینجا؟ شکر میخره. مردم ها اینجا پیسه دار است دیگه اکثر مردم. خب مردم هایی که میآید پیسه دار میآید یا غریب هم میآید؟ میکس. غریب هم میاد، پیسه دار هم میاد، هر رقم میاد. خب باز شما چطور براتون فایده میمونه؟ شکرا. مثلا روز چند روپا میمونه تقریبا؟ یعنی حساب نمیگیریم دیگه، روز یک 50,000 60,000 بار. خب 5000 6000 به حساب از ایران. خب خیلی خوب است دیگه. شما عمده میخرین و در اینجا باز عمده و پرچون میفروشین. بسیار خوب. دیگه افغانستان هم میرین یا نرفتین؟ رفتیم یک 3 ماه اول آمدیم. خب بسیار خوب. آخرین بار چی وقت رفتین؟ یعنی هر 1 سال بعد میریم دیگه. خب حالا در وقت طالبان میرین؟ خب مشکل نیست براتون دیگه. و مشکل ویزا خو حل است دیگه دیگه. ویزا حل است. هر بار ویزا براتون میته هر وقت که میرین. و پروازا مال شروع شده نه؟ زیاد شده پروازا؟ پروازا فعلا شارجه ما شده، دبی ما شده، ابوظبی ما شده. و تصمیمتون چطور است؟ افغانستان هم میرین یا نه؟ افغانستان بخیم میرین یا نه همینجا میمونین؟ نه، رفت آمده اشتیم. خانه هم اینجاست. خانه در کجا؟ ما جوزجان هستیم. شما از جوزجان هستین؟ خانه پدر و مادر اینا در اونجا است ولی شما کاروبارتان در اینجا است؟ بسیار خوب. زنده باشید. تشکر. تشکر.